آش رشته. بریم با هم درستش کنیم. 2 شب قبل نخود و لوبیا و عدس رو خیس دادم. نخود و لوبیا رو تو بازوپز پختم، عدس رو توی یه ظرف دیگه پختم و بعد رشته ها رو خورد کردم. آب ریختم تو قابلمه، نخود و لوبیای پخته رو ریختم توش، بعد سبزی ها رو هم ریختم کمی که پخت، رشته های خورد کرده رو هم بهش اضافه کردم و بعد هم زدم که به هم نچسبه. بعد از هم زدن کمی گذاشتم که خودشو باز کنه. رفتم به پیشیای حیاط غذا دادم. اون بسته ها خیلی گشنه بودن و بیتابی میکردن و منم از این فرصت استفاده کردم، بهشون غذا دادم و نوازش کردم. خیلی بامزن، خستگی آدم در میره با دیدنشون. واقعا خستگی زودتر آدم نمیمونه. بعد از این دستمو شستم و رفتم دوباره آش هم زدم. آشه که هم زدم دیدم به غلظت افتاده و بعد 2 سرم سیرداغ و نعنا و پیاز داغ رو بهش اضافه کردم. کشکم که قبلا جوشونده بودم بهش اضافه کردم. حالا همه رو آماده کردم، ظرفا رو آماده کردم که بریزم توش رو تزیین کنم. آشش فوق‌العاده خوشمزه شد. البته من فقط نمیگم